یکی از شما عزیزان گفته بود که آیکون تونی کروس رو درست کنم. منم گفتم چشم، به چشم. اینو از پس زمینه انتخاب کردم واسه هم پس زمینه آیکونمون. بعد خود تونی جان رو آوردم توی تصویر، یه جاینشو بالاخره مثل هر دفعه اوکی کردم. بعد دیگه یه ذره دردسر داشتیم، نمیدونم حالا چی شده بود، ولی خب عکس‌ها این ور اون ور میشد و حالت نمیگرفت و اینا. سر این ویدیو خیلی دردسر داشتم. بعد دیگه آوردم آیکون اصلا اینکه بازنشست شده رو گذاشتم اون پایین، به حالم گذاشتم که تیمش بوده ایناش. ناکن این ور اون ور میشه، اصلا نمیتونه آدم ست کنه. بعد دیگه حالا باز هم بیرون ویدیو هم داخل ویدیو یه ذره جایناشون رو ست کردم و دیدم اوکیه دیگه حدوداً. یه ذره جزئیات هم باز بیرون ویدیو اضافه کردم. واسه بچه حواسم از ساب نمی کنید، ناکن ساب کنید و نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. شما بگید بعدی چی باشه. 2 ویدیو یه لانگ هم قراره توی کانال بذاریم، اونا هم حتما نگاه کنید، از دستتون نره، خیلی مهمه.